تو کلیک کردی روی این ویدیو، من میخوام بهت آموزش بدم چجوری اون صدایی که میخوای رو داخل پریمیر پرو با MP3 یعنی پریمیر پرو بیاد یه MP3 خوشگل از اون آهنگی که دانلود نمیشه بیاری. میری آهنگی تو باز میکنی و با OBS یه ریکورد ازش میگیری که من الان ریکورد رو میگیرم برمیگردم. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só pura tentação. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa. خب بچه ها بعد از اینکه رکورد رو گرفتیم میای داخل پریمیر پرو ایمپورت مدیا رو میزنید و میرید داخل اون فولدری که باید گرفته باشه دیگه. آره دیگه وقتی شورتکات نمیزنی بعدش میرید اون ویدیو رو پیدا میکنید و اوپن رو میزنید مثل دیفره تایپ همونه بچه ها. خب بچه ها بعد از اینکه رکورد رو گرفت خب بچه ها پریمیر پروتون رو باز میکنید، این میاد و اون آهنگر رو میذارید، اینو میزنید و یک دقیقه شد و میاد دقیقا اونجایی که آهنگ میخواد پخش بشه و دقیقا همونجا رو انقدر با فلش میزنید که دقیقا همونجا باشه و کسی هم شک نمیکنه. نگران نباشید، من دارم به تو تضمین میدم کسی شک نمیکنه. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só pura tentação. Ela desce, ela sobe, no baile. و میاد اونجایی که تموم شده و اونجا رو هم یک کات میزنید با کنترل کی و میایید این ور اینو میزنید و الان همچین نتیجه و بعدش اینجاش مهمه بچه. اینجا رو اگه گوش نکنید کل پروژهتون برفنا میره. باید بیاید داخل گزینه اکسپورت، بعدش وایسید و اینجا این فرمتش رو بذارید بیاید پایین و بذارید روی MP3 و اکسپورت رو بزنید و تمام پروژه شما اکسپورت شد و میتونید برید داخل فولدرتون، فولدری که تنظیمش کردید و این ور حالشو ببرید. Got the club going high on a Tuesday. Got your girl in the cut and shake Tuesday. Club going high on a Tuesday. Got your girl in the cut and shake